خیلی مسخره است. ای خدا من تا حالا ندیدم تو شانسی شم گذاشته باشم. این وضعیت درست نیست آقا. قراره یه عروسک پلیشی باشه. پلیشیه دیگه. دارم شانسی شناس میشم. واقعا 18500 تومانی. سلام به یه آنباکسینگ جذاب و هیجان انگیز دیگه. همراه با من ندی تیستی. خیلی خوش اومدین. من اومدم امروز با 7 مدل شانسی های مختلف، لپ و برندهای دیگه بریم که با هم دیگه آنباکس کنیم، ببینیم امروز خوش شانسیم یا بد شانسیم. این که خیلی صدا میده، فکر نکنم چیز خوبی باشه. بریم. این شانسی ها رو از دیجیکالا سفارش دادم، به جز این که اینو از میتاکیش باملن خریدم و حالا گفتم اینم بیارم امروز آنباکسینگ کنیم چون یه جعبه بزرگ و باحال داشت دیگه. خالی از لطف نبود که تو این ویدیو در جمع دیگر شانسی ها باشه. خب بریم. حالا برای اینکه من خودم نمیخوام بگم که مثلا کدوم اول باشه، از این M&M عزیزم استفاده میکنیم و کمک میگیریم. دستیار من امروز قراره هر کدوم از این رنگا متعلق به یکی از این شانسی هاست و حالا با توجه به که کدوم در میاد اون شانسی اول میتونه باز بشه. من خودم دوست دارم اول یا این باشه یا ایشون باشه. ببینیم که حالا کدوم انتخاب میشه. نظر اینو میچرخ کنم. اول این آبی در اومد. این آبیه، این لپاپ خوراکیه. این از اولین شانسی که قیمتش واقعا 18500 تومانی. بچه بودیم 1000 تومن 2000 تومن بود. چوبشور نبود زمان ما. این چوبشور الان چوبشور نمیشه. چوبشور کاکائو و ترافل 18500 شده. خب ببینیم جایزش چیه. کنم یه بتمنه دیگه. یه دونه از این هست. ببینیم. واقعا چوبشوره. تازه اینا نصفشون خوب شدن. یادش بخیر. بود که با چوبشور سیگار بکشیم. ولی اینجا این ترافل ریزای کوچولو رو کشیده، اما ترافلی که اینجا هست از این میلی بهش میگم فکر کنم، یه مدل دیگه است. از این که خیلی خوشم نیومد راستش. بریم سراغ شانسی بعدی. بعدی این آبیه، یه رنگ دیگه است، آبی فیروزه‌ای که متعلق هست به جیرینگ. این شانسی از صداش حس میکنم قراره یه عروسک پلیشی باشه. این صداش باز کنیم. چقدر آسون باز شد، باورم نمیشه. در طبل شادانه بکن، در طبل شادانه بکن، پیروز و مردانه بکن. دیگه دارم شانسی شناس میشم. این قیمتش هم 49 و 900 تا 50 تومنه دیگه. این بامزده است. این سموره فکر کنم. چه خنگه ولی بد نیست. همراز با یه دونه از این شکلاتای پروانه‌ای که حالا توی بیشتر این لپلپا هست. این سراغ بعدی. بچرخونیم سبز این لپلپه. خب چرا باید دوباره از این من برنده بشم؟ و یه برچسب اسفنجی که توی ویدیو قبلی هم بود. اگه اون آنباکسینگ شانسی رو ندیدین من براتون لینکشو اینجا میذارم یا حالا آخر ویدیو هم میذارم که برید نگاه کنید. اونم خیلی جالب بود واقعا. قبل از دست بدم. این چیه؟ آها این قیمتش رو بهتون نگفتم. این 43 تومن. پاتریکه مامزه است. این از این هست که اینجوری. این هم بد نیست.
همراه با یه دونه از این شکلات پروانه‌ای دیگه. شانسی بعدی الان 4 تا شانسی دیگه هنوز باقی مونده. دوست دارم شانسی بعدی یا این باشه یا این باشه. نمیخوام یارم. ببینیم چی در میاد. خب سبز در اومد دوباره به آبی. بزن یه ذره بچرخونمش. قهوه‌ای یعنی پوچ. نارنجی. بریم سراغ این لپلوپ. از این لپلوپ پسرانه بوده اما خب انتخابش کردم ببینیم چی میشه دیگه. قیمتش هم 29,900. لپلوپ پسرانه. قیافش خیلی خنگه. این ببین سامورا یاکوزا یه سامورایی. این فقط تبرش منو کشته. نکشیمون با مزه بود. و یه دونه از این ماشینا بازم خوب بودین. آب نبات جرقه‌ای طعم نوشابه سالها بود من از اون نخورده بودم. چی؟ شکلاته؟ آها. بعد روش روسی نوشته. میشه دردی میکنه. این دروازه بانه مثلا. کاربردش چیه خب؟ ولی جالب بود مثلا 3 تا چیزی داخلش بود. اینم فعلا نمیخورمش. چیزی باحالی بود. راقه 3 تا شانسی دیگه. ببینیم کدومش میاد. زرد یعنی اینم برنده فرمند بوده. قیمتش نمیدونم چند بود. مثلا در حد 5 تومن 10 تومن اینا بود. من بگیرم ببینم چی در میاد. خب این ورش که اسمارتیزه. این ورش دیگه باید جایزه باشه. ولی این شکل روش هم خیلی خوشگله. با مزه بود. چیه؟ این توپه مثلا توپ میشه. سراغ شانسی بعدیشو نمیدونم واقعا. یه ذره چیزه. مرسی. حالا رقابت بر سر این شانسی و این شانسی هستش. ببینیم. یعنی من اول گفتم این دلم میخواد که این در بیاد. تا آخر در میاد. چقدر زیبا واقعا. یه چیز عجیب. صورتی یعنی این. سفید یعنی این. ولی هر دوتاش با هم ولی خب چون سفید افتاده بیرون دیگه اینو باز میکنیم. فکر کنم چون با خلوص نیت نگفتم نتونستم که به کائنات بگم اینو بر من اول نفر باز کنم. قیمتش رو واقعا نمیدونم چنده. حالا بعدا براتون مینویسم اینجا. الان روش قیمت ننوشته. خب این بیسکویته. ترش یه ذره شکلات ریختن. از این شکلاتی که چسبیده به دیواره ها مثلا کنار بیسکویت ها رد شده یه ذره شکلات. خب وای خیلی مسخره است. اینو ببین. انبر دستی. بعد انبر دستی مثلا پلاستیکی که باز و بستم نمیشه. یعنی مثلا همینطوری. بعد این چیه؟ این قاشقه. من فکر نمی کنم مثلا این قاشقه یعنی رفتی به این داره. مثلا اینو با این بخورم. شاید اگه مثلا تو همه شانسیه باشه یعنی مثلا برای این رسیده. خیلی تاثیرگذار بود واقعا. تموم شد. خیلی تاثیرگذار بود. و متشکرم از عزیزم که آخرین شانسی که من دلم میخواست رو نصیبم کردی. و یه چیز جالب بهتون بگم. من
فکر کردم قیمتش خیلی زیاد باشه ولی ما این دفعه قیمتش نمی‌دونم من درست بگم قیمتشو از همون چیزه دکیش گرمالی باشه 40 تومن. شاید باورتون نشه ولی قیمت این شانسی که جعبش بزرگه شکلش هم خوشگله و برای بچه مثلا خیلی باحاله 40 تومن بود عجیب بود و اسمش هم جعبه شادی. بریم بازش کنیم انشالله که حالا یه چیز باحالی هم باشه دیگه. باز شد توش چند تا آیتم داره. خب بریم یک کیکی در بیاریم. یه دونه از اینا اسمش چیه؟ اسمشون خرابه. قدیمه داشتم اینا خراب. این چیه؟ بعدی که شم یک. من تا حالا ندیدم تو شانسی شم گذاشته باشم. مثلا من چیکار کنم؟ خیلی مثلا بچه 1 سالم که اینو نمیگیره قاعدتا ولی شم گذاشتم. چقدر زیبا. این چیه؟ این بادکنکه نه؟ کنم بادکنک باشه یه عالم. من نمیدونی چه حس میکنم مثلا هرچی دم دستشون بوده ریختن تو این که عالم بادکنک. چیه؟ بعد این شانسی دخترانه است. این خیلی اوزاکیته مثلا یه مجسمه است چند تا از این چیزا داره شبیه لاک پشت این اینجا. ببینیم دیگه چی داره. بازم بادکنک قلب. این چیه؟ یه آتش فشان کشیده و این هم آخریش که چند تا سی دی فیلشا سریال موچین و نزن این قسمت 11 و پری دریایی. نمیدونم با توجه به قیمتشه دیگه و اینکه جعبش هم بامزه بود. قیمتش شما اگه بخوای در نظر بگیری تو از اون اولیه که فقط یه پولیشی بود خب قیمتش کمتره دیگه 10 تومن. نمیدونم دیگه شما به من بگید که به نظرتون چطور بود. این شانسیه تقریبا معروف نبود دیگه برندش ولی حالا این جای امیدواری میشه داشت. اینم از آنباکسینگ امروزمون. امیدوارم که از آنباکسینگمون خوشتون اومده باشه. حتما براش یه کامنت بنویسید که از کدوم که از این شانسی‌ها بیشتر خوشتون اومد. نظر من روی همین شانسی اولیه بود. به نظرم از بقیه‌شون بهتر بود. اگه دوست داشتین حتما با لایک و کامنت حمایت کنین، سابسکرایب کنین که ویدیو بعدی رو دیگه از دست ندین. تا ویدیوهای جذاب بعدی، خدا نگهدار.